مکانهایی روی کره زمین وجود دارند که انگار قوانین طبیعت اونجا دیگه کار نمیکنه. جاهایی که آدمها بی هیچ رد و نشونی ناپدید میشن، صداهایی شنیده میشن که هیچ کس نمیدونه از کجا میان و اتفاقاتی میفتن که حتی دانشمندا هنوز نتونستن براشون توضیحی پیدا کنن. تا حالا جایی رو دیدی که انقدر مرموز باشه که حتی دانشمندا هم از توضیحش عاجز باشن؟ امروز قراره با هم بریم سراغ 10 تا از عجیبترین و ترسناکترین مکانهای دنیا، جاهایی که علم هنوز نتونسته دلیل منطقی براشون پیدا کنه. شماره 10، دره سکوت در نروژ. دره‌ای توی نروژ وجود داره که بهش میگن دره سکوت. نه اینترنت توش کار میکنه، نه موبایل، نه رادیو. هیچ سیگنالی اونجا وارد نمیشه، اما چیزی که واقعا ترسناکه سکوت مطلق اینجاست. آدما میگن وقتی واردش میشن حتی صدای قدم‌های خودشون هم نمیشنون، انگار یه چیزی اونجا هست ولی دیده نمیشه. دانشمندا فقط میگن یه مشکل مغناطیسیه، ولی واقعا این همه حس عجیب فقط از یه مشکل ساده میتونه باشه. شماره 9، جزیره عروسک ها در مکزیک. وسط یک کانال توی مکزیک جزیره‌ای هست که پر از عروسک های کهنه و ترسناکه. میگن یه دختر بچه اونجا غرق شده و روحش هنوز توی جزیره است. صاحب جزیره قبلی برای آروم کردن روحش شروع کرد به جمع آوری عروسک ها و حالا صدها عروسک اونجاست. میگن دیدن که شبها عروسک ها سرشون رو تکون میدن، حتی یه صدا هم از این عروسک ها شنیدن. شماره 8، دروازه جهنم، ترکمنستان. تصور کن وسط بیابون یه گودال عظیمه که سالهاست آتیش گرفته و هنوز داره میسوزه. با فرو ریختن این گودال گاز طبیعی آزاد شد. دانشمندا تصمیم گرفتن آتیشش بزنن، ولی آتیش هنوز خاموش نشده. مردم محلی بهش میگن دروازه جهنم. اگه نزدیکش بشی صدای عجیب سوختن و حرارت جهنمی شو حس میکنی. شماره 7، مثلث برمودا، اقیانوس اطلس. این منطقه از اقیانوس اطلس جاییه که کشتی‌ها و هواپیماها بدون هیچ ردی ناپدید میشن. هیچ علامتی، هیچ تماسی، فقط محو میشن. تصورا میگن که پای بیگانگان فضایی وسطه. شماره 6، صدای تائوس، آمریکا. در شهری به اسم تائوس توی نیو مکزیکو یه صدای عجیب همیشه شنیده میشه. یه همهمه خفیف مثل یه زمزمه‌ای که از دور داره میاد که هیچ کس منبعش رو پیدا نکرده. حتی دانشمندا دستگاهی آوردن که بتونن این صدا رو ضبط کنن، اما این صدا داخل دستگاه ضبط نشده. انگار این صدا فقط برای ذهن انسان پخش میشه. شماره 5، جنگل آوکیگاهارا داخل ژاپن. این جنگل در دامنه کوه فوجی به جنگل خودکشی معروفه. 10 نفر هر سال وارد این جنگل میشن و دیگه هیچ وقت بر نمیگردن. سکوت عجیبی اونجا هست و قطب نما و GPS درست کار نمیکنه. راهنماها اونجا با طناب مسیر رفت و برگشت رو مشخص میکنن، ولی با این وجود خیلی ها همچنان دارن داخل این جنگل گم میشن. شماره 4، شهر ارواح پرایپیات، شمال اوکراین. بعد از فاجعه چرنوبیل این شهر به طور کامل کشف شد، اما با وجود این همه سال هنوز حس عجیبی اونجا هست. خونه ها، اسباب بازی ها، دفترهای مدرسه همه منتظر برگشتن صاحباشون هستن. صدای گریه یا خنده بچه ها از ساختمونا شنیده میشه. شاید خاطرات اون فاجعه هنوز توی هوا پخشه. شماره 3، صخره‌های گوی مانند، کاستاریکا. صدها گوی سنگی کامل و عظیم وسط جنگل‌های کاستاریکا پیدا میشن. هیچ کس نمیدونه کی و به چه دلیل این سنگا رو ساخته. مهندسین اون زمان اصلا نمیتونستن همچین چیزی بسازن. برخی از نظریه‌ها میگن شاید مربوط به تمدن اون زمانه، ولی هیچی ازش باقی نمونده. شماره 2، کوهستان بوچگی، رومانی. سال 2003 گفته میشه یه تیم حفاری موفق شده یه تونل مخفی توی این کوه پیدا کنه. داخل این تونل مخفی اتاقهایی با تکنولوژی فوق پیشرفته شبیه به داستانهای علمی تخیلی بوده. حتی ادعاهایی وجود داره که دولت این محل رو پیدا میکنه و چیزی اونجا هست که نباید بقیه بدونن.
شماره 1 دریاچه ناترون تانزانیا. این دریاچه به قدری خاصه که میتونه اجسام زنده رو توی خودش مومیایی کنه. آبش اونقدر قلیاییه که پرنده هایی که روش فرود میان چند دقیقه بعد به مجسمه های سنگی تبدیل میشن. عکس هایی از پرنده های خشک شده روی آب این دریاچه وجود داره که باورش خیلی سخته ولی واقعی هن. شاید این مکان یکی از ترسناکترین دریاچه های روی زمینه. کدوم یکی از این مکان ها بیشتر برات ترسناک بود؟ اگه جرأت داری تو کامنت ها بنویس کدومشو حاضری از نزدیک ببینی. اگه از این ویدیو خوشت اومد لایک کن و سابسکرایب هم یادت نره، چون ویدیوهای بعدی خیلی جالب ترن.